شما درستان سلام گوشم عزیزان، همه پیمی که شما باید همسر بدهید تحولات سیاسی دنیای اتها باز دیما رو بگوین تو و باز این تبدیلی و تغییری هم یایگند. در این تبدیلی و تغییراتی که در سطح خاورمیانه اتها یایگند تو حتی درستین جهان اتها، بلوچستان یک سکه واضحین و ظاهرین و پررنگی محوریت و نقشی هسته. من شما را چو علم کنم مردمی که بلوچستان تها نشتگند و مسائل سیاسی ها چارگند و دنبال کنگاین چیزی که مسائل چیزانی که مربوطه بلوچستان باروا ای باروا چه گجر دپا چه حکومت دپا راستی خبر نش کنند. هرچه تحول یایگین آیان و تیم منافع اسرا آیا تفسیر کنن و دیگه پیمین دیگه دولی دیگه مدلی یک متفاوتی تفسیری نسبت به آیا جعلیین به ما شما بلوچان یارن تو گوشند که ما نسبت به پروژه‌ای که برنامه‌ای که در منطقه تا هستیم سرپد مگه. ما تنها گروهی که شما بلوچستان تها واقعیتانا این سرزمین سیاسی چه آیان اشکنه تو سرپد بید باقی چه گجری دپا چه یه حکومت مردمان دپا و هر کسی که وابسته به آیانه شما تنها همه گجر سیاستانی باره شما اشکنه همه پروژه‌ای که آیان هستنا همه پیمی که واتی رنگ و لعابی دیان تو سبز و سهری کنند شما تیر تحویل دیان باقی شما حقیقت چند دپا هجبر نیش کنه. هر پروگرامی که شما اجرا بکنند دیگه نامی آئی سر ده و تی چرا دیگه پروژه آئی سر دیم رو ده. در مورد مسئله چین، مسئله هند، تحولاتی که در این سرزمین تها بلوچستان یایگی توجه داشته بید عزیزان. همین قرارداد 25 ساله ایران و چین که ایران مجبور بود به خاطر تحریمانی که هر از چونتی چه غرب نیمه گا ایسر یایتیم خاطر ما پروژه های تخریبی که منطقی هستن و هسته‌ای و غیره که هستن اشان به این نتیجه رستن که شعار نه شرقی و نه غربی دیگه جواب ندن لیتتن شرقی نیمه گا چه غربا کلن ناامید بود تکن تو لیتتگن در مورد سیاست خارجی و به سمت شرقیانی نیمه گا شرقی که چین تو روسیه هنوگه تحولات این که در مورد مثلا اوکراین هم هستین شما گنده گد که ایران کجا گوشته تا روسیه در مورد بازی پروگرامانی که چه لیبیا گفته بوده تا سوریه و غیره شما زانید که ایران گوکی گوشته تا بوده گو مثلا روسیه چه آنی مگا روسیه ذری لحاظا بازی اعتمادی هبری نبوده نیاز ایران برای تأمین اوتی پروژه و برنامه به سمت چینا سک باز بوده. چین هم از لحاظ تکنولوژی پیش رفته هم از لحاظ زر قویه. ایران چیزی هستن که چینا نیسته نفت و گاز. چین در حال توسعه و پیشرفته نیازی به این مواد سوختی سک باز بگاین به خاطر هم جمعیتی به خاطر هم تکنولوژی پیشرفته کنگاین و هم به خاطر صنعتی تبوگ روچ به روچ گشتری که یایگاین. چین هم به ایران نیاز هست نفت و گاز اما آی دنبال نرمین تو تومه سستین و ضعیفین تومه که به ارزان هر چیزی گیر بیاری و چه ایران شرطری مردم در یه شرایط ها دولت آی گیر نیافته. نو قراردادشان بسته 25 ساله که ایران پول نیستیم ولی چین پول هستیم چین قدرت هستیم در سطح سازمان ملل شورای امنیت تا روسیه هم به همین شکل
به قول وقتش دولت نظم جهانی تا های تحولاتی ایجاد بکنند. چین، ایران پروژه‌ای که ایران نتونه در تمامی سالان تا لورته اجراش بکنه نتونه تگانتی اجرای بکنه تا نصفی برتگان پروژه خراب بودگان یا شک متخصصان داخلی با فساد مواجه بودگان نتونه دیما برن هنو برایشان اجرا کنگا چین در یه پروژه 25 ساله تا ایران کمک کنته چه طرفا ایران بازی سیت و پایده هم چین دادند نفت و گاز باز با قیمت ارزان آیدند آنها در مقابل اجناس بنجل چینی به ایران تحویل دادند. یعنی میگی هم در مقابل مسائل امنیتی که هم ایران تا چلگاین و هم در سطح بین‌المللی تا ایران ساپورت و حمایت کرد. نو چین یحتا در قرارداد 25 ساله ایران و چین تا بندهای ارتگانتی که مستقیما مسئله بلوچستان در بر گیرید. چه چهبار گبده تا پسابندر تا جاسک یه نیمگا مغرب نیمگا ما گنده گاهیم که چین حضور در این پروژه‌ای که قراردادان که نوشته حتی همه چیزی که علنیش کده آیت هم یه خبر نوشته گن آکه چیرا پنهانا و ظاهر نه هم آن تا پروژه باز دیاماتر شما مسئله امی هنو کنسولگری که چین افتتاح کرد در بندر عباس تا سرپدشی سر پروگرام بود پیسرا ورانچه آیه هم شما سرپدت که چین یکی از بندهایی که در یه پروژه 25 سالی تا هستن سواحل ایران تاهای به قلوتش که مشخصا آیتها سواحل بلوچستان که سواحل مکران ببنده سواحل عمان که لحتیجه در اسناد تجنوی سنته ذکر بوده. تمام پروژه توسعه است که به نام کلمه‌ای که توسعه هر جا باشنده یاد استعمار مثلا توسعه کلمه که ایته توسعه سواحل مکران نام که گرگ بیته تصرف سواحل بلوچستان ایشی قراره به طور کامل تحت تحویل چین درگیرده. چین برای اجرای پروژه همین هنو پیشگی هفته امیر عبداللهیان از طرف ابراهیم رئیسی دیم داد و آقا جان پروژه همش وقتی راسته که ما کارا شروع بکنه. چین از قبل تمام مقدمات کار فراهم بود دیگه. چینیان نسبت به ایران گوشته که آقا جان تو پروژه وقت شروع بوده ما وقتی کارانی که چمه نیمه ضرورت دیگه ما همش انجام داده بس شما نیمه کار انجام نگرفته ما رو ساحل تا مستقر ببین بر شما ساحل تا انگت که انگته تمام هیچیش تخلیه نکته. ایشان هم متقابلا شروع کده با بجن با سرعت از طرف باب اشراف کامل خود نیروهای اطلاعاتی امنیتی سپاهی سواحل چاهبارا کاملا تخلیه شروع کده. گوشن ابراهیم رئیسی یه خبر گوشته بله ابراهیم رئیسی بر اساس همین قراردادی که خیلی هم برای ایران مهمه 25 سال ایران و چین گوشته که ساحلان ترا باید اینکه ادامه عقب نشینی کنگ بید. یه عقب نشینی برای مردم نه، یه عقب نشینی به نفع پروژه هایی که چین داری اجرایش کنده و من این موضوع اثر علم الیقینی که ما را هسته در این مسئله مش ما اطلاع دیگم صرف یک خبر تحلیل رسانه‌ای نه عزیزان من. شما زمانی ارزشی خبران اهمیتی خبران فهمید که شما دیگه گنده مسائل اصلا چه به دست در ربطه به همین خاطر هوشیاری از همین هنوز ضرورته. وقتی که پروژه شروع بودن اجرایی کنگ بودن تویشان یه مستقر بودن تمام چیزان دستا کپتن وقتی سرپ هوش بوگ کاری کنگ دیگه فایده ای نیستی. عملا کار چمی دستا در ربطه. برای ملت باید آگاهی شرط اولی که ما در مبارزات وقت میشه در این تاکید کنه مردم باید آگاه سرپد بنده که چه اتفاقاتی پشت سر چلگاهی و دیما رو بگن و یکی از خطرناکترین پروژه همشه شما هند جست کنید. مسئله گوادر یه تنیدا شما برای شما توضیح بدم. گوادر به خاطر ایشی که پاکستان تها یک فساد گسترده بوده و از یک طرف فساد گسترده از طرفی جنگ و نبرد درگیری بسیار قویه که او شکل گرفته علیه چینیا عملا امکان حضور گشتری در منطقه گوادر بلوچستان شرقی تها ندیسته که چرا؟ چون وقتی یک بزنسمنی چون یک بزنسمنی یک سرمایه‌گذاری سرمایه‌داری آیا حتی بزنسی که نگاهین در کنار بزنس و برنامه‌های امنیتی و هم لوت دیم با ولی اگر هزینه‌های بزنس و تجارت آنقدر افزایش پیدا بکنند که پروژه تحت تأثیر قرار بگیری از بنمالی که لگاهیم تحت تأثیر قرار دهد بیتیم و آیا سود و فایده ای متونید چه جریان بکنید
و زمینه‌های امنیتی وقتی بررسی کنید در دراز مدت هم با همین خطر مواجه بی و به خاطر همین خطر هم مجبورن چندها میلیون گشتر صرف بکنته آیا هم روانتین وارد فساد دستگاه پاکستان منطقه. خب عملا قید نندگی گشتر در گوادرش جتا و شیفت کنگاین یواش یواش یک پارگی اتفاق نکردی ولی شیفت کنگاین به دو نقطه، یکی به سمت کراچیا که در گزارشان تا در همین یک ماه اخیر تا هم در این موضوع بیان بود که چین یواش یواش به سمت کراچی حرکت کنگاین چون چین منطقه در ناامید بیته بخش از پروژه در بارت بودم اصلا جابجایی کردن بسیاری از همین تجهیزات که آرتات برتگان تی بودن از یک طرفی هم شیفت کنگاین یا به سمت مغربی بلوچستان نیمگاه چهبار تا حالت متمرکز بیتن بنندی یک مسیری پچ بکنته از کراچی به چهبار و از ایدان بالاخره به آسیای میانه و کشورهای مثل ترکیه و آذربایجان و اروپا و کشورهای دیگه که از این طریقا باز تجارتان و برنامه‌های نظامی و اقتصادی و غیره هم دیما برند حالا گشته طرف اقتصادی و این سمتا برای حضور نظامی چین بسیار قابل اهمیت هستن که مردم این جزئیات ها گشته وارد نبیتن. اما آن چیزی که مهمش اینه که فقط چین هم نه، عربستان سعودی یک قرارداد 12 میلیاردی در حوزه نفت و گاز سر گذاشته که من در گوادر تا سرمایه گذاری کنم، آنی هم عقب نشینی کرد. هر سرمایه گذاری یهتا چه گوادر عقب نشینی کرد به خاطر که مسئله امنیتی آنقدر سنگین بودن که دو تا چارتایی کشان کرد نتون تا که بوده بماننده بس مجبور بودن دیگه بوده ما مخصوصا که بودن مرز ایران و عربستان هم حضور بودن تونتگتی یک ایران هم چالش ها ایجاد بکنه. ایران هم مشمول پهکن زانه که یه تعداد از گروه های یا در حالی ساپورتش هم هست، یعنی جاه داتگن، مکانی داتگن، فلانی داتگن. خب ایشی به خاطر بازی های سیاسی این که ابرقدرتان منطقه تها دارن تو گما بلوچان بازی کنند. یک چانی مگه پاکستان یک سری گروه های یا آنی مگه داری حمایت کنند جاگای داتگن، چی نمیگه گنده ایران هم یک سری گروه ها حمایت کنند. و شما گندگان که لوگان جاگانش پاکیج هست گوسه پای پاسداران ننده پادی آنته و نگوشن که این کار چطور نه کسانی که بالاخره مجبور بودن به جهنم بیان تا جاگاه پنهان بگیرند آن حق زندگی هستند. اما مسئله سپاه پاسداران آنقدر خطرناکه برای ما و آنقدر دشمن عمیقی و از قبل همشون ثابت بوده ایرانیان که هیچ وقت مسئله بلوچستان نتونه بمانن که حتی مشرقی بلوچستانش بمباران کنه که ما را نسبت به نیتی که شان هستن برای حمایت و ساپورت از برخی از بلوچانی که حتی بودن انتگانتش کاملا روشن بیتن که برنامه حمایتی نه بلکه برنامه تخریبی داری اجرای بیت. مسئله بعدیشه که هندوستان چیه؟ هندوستان شما اگه دقت بکنید هندوستان از تمام پروژه‌هایی که در چابهار تا شروع کردند اکثر پروژه‌ها تا کنار جنگ بوده. هندوستان از ریل آهن ارکنگایتم از چابهار تا برای ترکمنستان برسیده چای کنار جنگ بود. این ریل آهن تحویل داده به چین. پروژه پتروشیمی که هست شده کنار جنگ بود. پتروشیمی پروژه تحویل داده بود به چین. ما طرح توسعه سواحل مکران هند اصلا نقشی داره تا درش کلا هیچ نقشی داره تا نیست کامل تحویل داده به چین. پادگان‌های نظامی که لورن چین در این منطقه تا عرب کنه گزارش من نه گزارشی که پترولیوم یک وبسایت معتبر جهانیه که گزارشی وقت همین چند وقت قبل هم آیوتی ارائه کرده با رسانه‌های معتبر جهانی هم آیو مصاحبه وقتی کرده این گزارشانی بر اساس اسنادی که دست راستگت بیان کرده که ادان لورنت مقرهای نظامی بسیار مزنینی بجننتیم با حمایت روسیه و چین مخصوصا که ادام مستقر ببن و یک جبهه‌ای که در واقع ایران هم جبهه تا هستیم این جبهه متحد ببیته در مقابل خب غرب تا که آنی میگه یعنی طرف ساحلش ما بیچاره غرب و انگار سفارایی کوته یعنی میگه ساحل شرق یحت سفارایی کوته یک جبهه و سنگری دا عملا ارگوگایم که در آینده ابعاد بسیار واضح‌تر و روشن‌تر بند. به همین خاطر که پروژه‌های کلان امنیتی و اقتصادی در سواحل بلوچستان تا یحت و حضور چین و روسیه در این منطقه تا پررنگی بوده، خاصتا چین که نیروهای نظامی تا 5000 نیروی نظامی چون یک نفری که اجازه سرمایه‌گذاری کنه برای حفاظت از برنامه سرمایه‌گذاری و شرط و شروط هم الیت در گذشته اگر کشور مقتدری آیا اجازه ندن ولی کشور وقتی مقتدرین کشور نه و نیازی هست به یک ابرقدرت برای چی کار انجام بدن کوتاه هم یایتن و دست به کاپیتولیسیون هم جنت که اجازه دادن که بیان تو
برای حفاظت از پروژه نظامی و اقتصادی به ظاهر وقت نظامیان هم مستقر بکنند. ما از یک آینده بسیار خطرناک خبر کنگانیم که خود گجر وقتی یک در چاور تها خانزادی پرونده نیرو دریایی سابق ارتش خبر کن گوشی که ای بلوچای منطقه و تر آماده بکنه برای یک تحول عظیم که مورد جمعیت تا 10 میلیون نفر بیاره در منطقه تا اسکان بدین. همین هنوز گوشی شناسنامه که صادر بوگایان وقتی گوشی در سخنرانی تا گوشی دارند افراد متفاوتی در شناسنامه گیرند. ما با یک خطر موجودیت بلوچ در سواحل بلوچستان تها مواجهیم. هنوز 10 میلیون نفر قراره در این ساحل تا استقرار پیدا بکنند. یشی به خاطر ایشه که مسئله تأمین امنیت نظامیان و پروژه های کلان امنیتی و اقتصادی که گجرا در این منطقه تا بر برنامه‌ریزی کتا برای حفاظت از آیان تغییر دموگرافیک جمعیت از بلوچ به گجر، از مذهب سنی به شیعه برای ایدئولوژیک حکومت واسطا جزء اشد و اهم ضروریاته. به خاطرش که آیان زاننده که اگر بلوچای دا اغلبیت ببندیم 100% شان یه روزی با چالش امنیتی مواجه بن. بلوچا حقا لوتنت پادیانت گوشن خب شما پاک و ورگای ما چی وقتی گوشن کنترل نبن برای کنترلشان باید که جمعیت هم بی. اما تمامی پروژه به نام‌های زیبا مطرح بود به خاطر که مردم نسبت به آن حساس مبنده. ما داره ساحل به خاطر مردم تخلیه کنیم. چطور که شما ناگهان پروژه چین که اجرا شروع بود شما به یاد تخلیه ساحل کپتت و ضرب اللجه رو تعیین کنید که پروژه که شما شروع کنید رستوران خلیج رو تخریب کنید، مجتمع مکران تخریب کنید که میلیون هاش هزینه کنید ایدان. شما ادارات داره پهکان جابجایی کنید. خب این ادارات برای شما مهم بود چون که بود که شما ناگهانی خیال کردید که تمام ادارات جدا مثل شیلات و غیره جد دور بکنید. دانشگاه بخشی از آیی که هستن از دریا آیه داره خراب کنید نزدیک اسکله شهید بهشتی تا دیواران که هستن به نام ایشی که ادا قرار قطار رد بیت ریل آهن بیت رو تخریب کنید تمامشون دروغه. این پروژه رسما چین تحت فشار اشتغال آقا جان پروژه از طرف ما داره شروع بیت شما تخلیه نکنید پروژه شما باید اعلام کنید که طرح اجرایی بوده. وقتی اجرایی بوده پس ما مستقر نمیبودم پس ما کار نتونه شروع کنیم هر چی سرت به ما تحویل بده شام بگیر بوده این کارا انجام ده کن. تبلیغات های گستردهشون در این روزها انجام دادن که ما به خاطر مردم این کار کنیم. رئیسی چه تهران تا ناگهان هیچ اتفاقی برنامه دیگه نیست یک کوش یاد ساحل بلوچستان کرد که مردم با تخلیه بنتیم که بگیرش کتا شروعش کتا که ساحل تخلیه کنه در تا حوزه های حتی 6 کیلومتری لحظه جاگاهان تا توجه داشته به عزیزان من که ما آگاهی باید داشته باشیم. آگاهی گام اولی این پیامان به مردم برسونید اما بعد از آگاهی ها اقدام عملی وقت رسیدیم. ما نتونیم شاهد این مسئله ببینیم که وقتی سرزمین مادری تها تبدیل به اقلیت ببین وقتی هویت گار بکنیم وقتی سرزمین تقسیم ببینیم دوباره وقتی سرزمین تا همین هنوز که ماجوریتی اکثریت ما به ما کوچکترین حقی ندهند یک کارخانه و کارگاه نیستی شان پروژه های کلان بیارند جمعیت بیارند در منطقه تا بعد به ما حق بدهند 4 دانه بلوچ در برخی ادارات تا که کاملا آن جنده نیرو آن پروژه و برنامه هم دارن اجرای کنند شی حقی که بر ما منت بله مسئله موجودیت مردم ما انقدر وضعیت خطرناک بی وحشتناک بیتن در آینده که ما اگر هم بلوتن کاری بکنه وقتی می دسته کاری برمیاد هرچی هسته همین هنوگه. ما از الان اینکه باید در مقابل طرحان گوشت و قیام بکنیم. ما در مقابل این طرحان باید اینکه وقتی ملتا چست بکنیم برای مقاومت و مسئله مقاومت مسئله بسیار مهم و حیاتی برای ملتانی که تحت سلطه استعمار بود. برای تمام کنوانسیون تا هم این مسئله با این حق دیگه بود و در همین زمینه انتها در روزهای آتی تا بلوچستان راجت پاکی و تی پروژهان هم گوشید و اعلامشان کند. می این خبران به غایبان با کسانی که یک کلیپش شما احساس کنید ندیستگیش و نشکتگیش برسینه تیزان ما یک دست باید ببین توپاک ببین یک مشت ببین تمام گو هم همراه ببین
تا بتونین در مقابل یک پروژه و یک هجمه عظیمی که به سمت بلوچستان داری یه تیم بتونه پیروز به این میدان، تا مقاومت بکنه، بتونه حق پاچ بگیرین، بتونه نه تنها زنده بمانه بلکه زندگی یاد بکنه برای وقتی ملت، برای سرزمین مردمان، برای نسل آینده که بعد از ما یتیم. اشی سرا وظیفه تک تک ما شما تی وظیفه این تا که کلیپ چارگاهی شان بده عزیزان تمام برسینید که اشی گام اول بیداری و آگاهی.